در زمانهای خیلی قدیم مردی بوده است با نام محمد اولیم. حافظی خوبی بوده است. در همین دهه میزیسته است و دختری را دوست می‌داشته است. معشوقش دختر یکی از بوی‌های کلان و آبرومند بوده است. عاشق بیچاره باشد یک دهقانی. خلاص کلان بوی دخترش را با حافظ نمی‌دهد. شاید در دهه مندوق شخصی پیدا شود و مندوق را برایتان بهتر حکایت کند. پس برای چی مندوق شده است؟ باز از امکم پرسیدند. پدرم و شرفگن بوی: خودتان میدونید که به سر دولت تاجیکان چندین عصر باز ترکان حاکمیت داری میکنند. جواب داد: امکم ها دیده و دانسته به کلمه های تاجیکی شکل ترکی می درآوردند. مثلا منداغ را منداق، نی چشمه را نیزابلوق، کموب را کمو میگفتند. این گونه مثال ها بسیارند. همین دهه در پشت تپه منداغ بوده سفیدارک نام داشت. منقطی ها میبینند که میانی سفیدار دو سه سفیداری پوستشان سیاه‌تاب است. میگیرند و چشمه و دهه را قیرقاچ مینامند. دشتی دهه سفیدارک سیاه خاک بوده. در آن بیبی جوربک های زیبایی میرویده است. آن را دشتی جاروبستان میگفتند. منقطی ها این نام زیبا را با جاروبقل عوض میکنند. در همین حدود دنغره خوجه حقیق را خوجرقی، یغران را ایغران، سرچشمه را بیشبلوق، گلچشمه را گلبلوق، سفیداب را آخسو، خوشچشمه را خوشبلوق میگویند. ما شب را در خانه رحیم بای بروز آوردیم. میان صحبت شرفگن بای از بوی منداقی معنای این کلمه را پرسید. بیدو که شرفگن بای یگان بار معنای این کلمه را اندیشه نکردم. جواب داد رحیم بای: گذشتگانمان منداق میگفتند، ما هم منداقش میگوییم. مهمانان عزتمند جسارت کرده به این سوالتان بنده جواب میدهم. گفت مردی ملونمایی که در پهلوی صاحبخانه مینشست. در سر و لباس شینم داشت. سوالتان بسی به مورد است. اگر کس در شهر و یا دهه عمر به سر برد باید داند که نام مکان زندگیش چی معنی دارد، زیرا یگان نام بی معنا و یا بی سبب بوده نمیتواند. بالحق منداقی که شما یاد درسش شده در همین شکل نه به تاجیکی و نه به ترکی یگان معنی را افاده می‌نماید. اما در اصل باید این طور نباشد. در اصل خود البته یگان معنی را صاحب است، چون که نام همه موضع‌ها یا با ساخت جایگیر شویشان نامگذاری شدند یا نام یگان گذشته معلوم و مشهور را گرفتند. برای مثال دهه جرتپه را بگیریم. آن در لب جری تپه بنیاد یافته است. زمان آنجا دهه خرمی بوده است. چشمه‌های پرآب و باغستانی با پهنای زیبایی داشته است. پرندگان خوشخوان آن باغ‌ها را هیچگاه ترک نمی‌کردند. انا همین دهه منداق هم مثل منداق نبوده منداق است. در همین جای گپی مردم ملا صورت فهمیدم که سخنانی امکش شادمانم ضمناً با اساس داشتند. شرحش را ادامه داد. مردی ملامانم در همین دهه سابقاً منداق و حاضر منداق محمد علیم نام حافظی دهقانی میزیسته است و دختری بای دهش عاشق بوده است. محمد علیم بای ناپسندی کرده دخترش را به او نه به کسی دیگر میدهد. دختر که نیز محمد علیم را دوست می‌داشت شب توی عروسی به دلش کرد زده خود را میکشد. بعد این حادثه اندکی دیوانه‌زا میشود. محمد علیم خواه در توی و مراسم خواه در اوجا و وقتی خیمه‌کوبی سرودی منداق را با آواز بلند میخوانده است. لحن خوش و آواز فارغ میداشته است. او میگویند که حین سرودخوانیش محمد علیم هر رهگذری اگر 1000 کاری تجیل داشته باشد هم سواره باشد، پیاده شده پیاده باشد، در جایش نشسته تا انجام سرود توقف مینموده است. در بسیار موردها شنونده خود را میگریانده است. محمد علیم پس از این دیگر تا آخر عمر به کسی دل نداده و ازدواج ننموده است. از دنیا به زن گذشته است.
مثل شما مجنونوار عاشق بوده است. گفت شنوندگان حکایت سهراب مگر از غم و درد خود و اندوه محمد علیم عاشق به مثل خودش ناکام که آب چشمش بر رخساره پژمرده ولی نورانی و ریشی به او زیبنده شوریده به بغلش ریخت. شاید از اندوه و پریشانیش باشد که سراول این را احساس نکرد. پس آن گویا اندکی خجالت کشیدهاش که چشمش را پاک نمود. حکایتش را ادامه داد. شب را در خانه بای به روز آورده. روز دیگر به شگنو رسیدیم. مادرم، برادران، خویش و اقربام را استقبال گرفتند. مادرم به سر و رویم بوسه های مادرانه زده شکر خداوند متعال را میکرد که فرزندش را صحتمند به نزدش رسانده است. سپس برایم کمی سینچه کرده گفت: سهراب جان، مثلی که اندکی کویده مینمایی، کسل کو نشده ای. نیوچه جان، خاطرش را آسوده کرده. من هیچ گونه بیمار نیستم. غم نخور چش، به صحبت ما همراه گردید. پدرم بچه در راهی دراز را طی زده آمده است. اندکی خسته شدگی است. و پرسش مهربانهای مادر، خواهر و دادران خویشاوندان تنها ها یا نه میگفتم. فکر و خیالم در خانه محمد ظریف بوی پیش ستاره چون ماهی 14 روزه هم بود. حسن و جمال ستاره از دیدگانم دور نمیشد. آوازی فارم ستاره و خوشگویی و مهربانهای مادرش در لحظه در گوشم صدا میدادند. روزها میگذشتند. مادرم به دل و طبیعت مادرانه پی برده بود که من چندان صحتمند نیستم. پدرم که از حالم کم و بیش آگاه بود در غیب مادرم تسلیم داده میگفت که صبر و تحمل را پیشه کنم و آینده را اندیشه. وقت کم ماند. همین که ماه حمل در آمده، روزها میل به گرمی و نرمی آوردند. ما به خوبادیان می رویم. ولی یگان نصیحت و گفتار پدرم تسلای دلی بیقرار و حالی ناهنجارم شده نمیتوانستند. به تدریج بیماری بستری شدم. از جایگاه خسته نمیتوانستم. اشتهایم با تمام بسته گردید. چند بار چلیوسینم کردن، نفع نبخشید. با وجود بیماری بستری بودنم هوش و خیالم پیش ستاره‌بانوی جانانه‌ام سیر و گشت میکرد. همسری آشنای عروس پدرم طبیب بود. زنک اول مکتبی پزشکی، ثانیاً دانشگاه طبی شهر پتروگراد را به کسبی روحشناس به ختم آورده بود. روزی آشنای عروسش از پدرم میپرسد که چرا سهراب وقتهای آخر نمینماید. بیماری بستری است. از جای خسته و راه رفتن نمیتواند. میفهماندش پدرم. آشنای عروس پدرم که حال را به زبان خود به زنش میفهماند. رستم میگوید زنی آشنای پدرم مرا به خانه‌ات بر، یک سنجیده برایم کن چه بیماری داشته باشد پسرت. آخرین روزهای ماه هود بود. پدرم با آشنای عروسش و زن او به خانه خوابم در آمدند. چه حال داری سهراب؟ با زبان تاجیک پرسید آشنای پدرم. سخت بیمارم امک جان، جوابش دادم من. او با زبان روسی به زنش فرمود که مرا سنجیده براید. سر بالینم بدتر او را تیاتیاماشه گفتگی شدیم. دوزانو نشسته از زنک. قلف جامدانش را گشوده از درون آن یک چیزی توگمه ماننده را بیرون برآورده و روی بسترم نهاد. سپس بند دستانم داشته نبضم را سنجید. او نگاه پولس خروشای بیاد. گفت با زبان خود و فرمان داد که کتم را بالا بردارم. فرموده‌اش را به جا آوردم. او یک نیمی سوراخی کلانداری چیزی تکمه‌دار را بالای دلم گذاشته، سوراخی دیگرش را به گوش خود برده کار دلم را سنجید و به پدرم نگاه کرده به زبان شکسته تاجیکی گفت: بچه کسل نیست، کسی دوست داشت. وی جامدانش را باز کلانتر گشوده از داخل آن چند کاغذ پارچه بیرون آورده و به پدرم یکی از آنها را نشان داده گفت: این دارو را پیش از خوراک بخورد. درون کاغذ پیچ یک موادی مثل آرد سفید بود. من از آن دارو هر روز 3 محل میخوردم. به تدریج به اشتها در آمدم. در بدنم کم کم مدار پیدا شدن گرفت. اکنون چندان بیخوابی نمیکشیدم. ظاهراً به خود می آمدم. همین طریق روزها گرم و نرم شدن گرفتند. پدرم به سفر و کارهای تجارتش آمادگی میگرفت.
ӯ маснуоти гаронбаҳо харидан мекард ё аз дӯстонаш қарз мегирифт. дар вуҷуди мани ошиқ ҳам шӯълаи умед пайдо мешуд. тараддуди падарам ба Қутбуддин ба ман қувваву мадор мебахшид. ба дил мегуфтам ки сабр бикун ва худро ба даст бигир, иншоалло дида ба дидор мерасад. як бегоҳ амаки Шодмонам Шерафганбой ва ду марди бароям ношинос хонаамон даромада омаданд. онҳо нисбати сафари Қутбуддин суҳбаташонро оғоз намуданд. дили ман аз шодиву ҳаяҷон ба тапиш даромад. худоё худовандо, гуфтам дар дил, кошки ҳамин пагоҳ рӯзӣ ба сафари Қутбуддин бароем. лекин сафарашонро ба рӯзи панҷшанбе боз монданд. ҳамон бегоҳ худ панҷшанбе буд. рости гап дилам ба тазиқ омад, аммо худро дилбардорӣ дода гуфтам ки як сол тоқат кардӣ, биё Суроб, як ҳафтаи дигар тоқат кун. ҳар рӯз ҳафта бароям сол буд. бо азобе ҳафтаро ба поён расонидам ва ба рӯзи бароям муборакӣ панҷшанбе расидам. сафар оғоз ёфт. хонандаи гиромӣ қадр, мо Суробро дар роҳи сафар вомегузорем ва ҳикояти ишқи ҷонгузорашро андаке ба таъхир меандозем. шуморо ба воқеаи дар Барҷувон суратгирифта ошно месозем. бо мо бошед.